شده است. این معلومات رسمی می باشد. سال 2019 باشد 39 دلای جنایتی نسبت 32 نفر شخصانی با ونیمو زندگی کننده کشته شده است. کشته‌شوی دل جنایتی اساساً با ماده 125 قسم 1 سرایت کرده و از 26 تا 32 نفر به جوابدهی جنایتی تنها با همین ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تشکیل شدند. غیر از این کودکس معمولی جمهوری تاجیکستان هم جوابدهی پیشبینی کرده شده است و نمودی جریمه کردن. که وقتی که زن و مرد با دیان بورا که سیان بورا که خاندار شدن همون مخاطب یا خیلی مسئول دار کن در کار که تو همین حجتی چی مینوی همین سب چی سهش هم نباشه یکی این مینوی مقصد که تو حجت سپیدش که نباشه همیاره هم حساب که نکاح نکنه و فکر من یکی از شوخش آرام خدر برای گفتن و تاریخ تلویزیون دیگه گرگره نمیگذره استنتش میکنه تشخیص این همه به همه معلومات جور در همه فرودگاه و مرکزی سپید باشه همچنین تلویزیون در فیلی هر یک فیلیال میگیم دست یک کارمند باشد بگذار هم موجود بیاد همونجا گذاره تو نگذارد این خنک نمیشه دون که مسئله که شما گفتیم در بقای محله و رئیس محله وظیفه‌اش فقط یک پیچه زدن و سپرافگر شما گرفتن ممکن است انا مثال هر یک مهاجر در اون محله ایستاد کنند مثال 20 مهاجر دارند 50 یک موقع یک بار افران باید در رئیس محله مهاجر زنگ زنند برادر دادر اولاد خوب است دل همون به درجه گرم می شود لیکن نوابسته از این ما با خوری و صحبت و عکس ها تقسیم کردیم از 20 چندین دیگر نویابر سر کردیم این اپنی دیگر برای روزی امی پیشگیری خسلی سرایتی بنامیم بخش کار رو نمونه نیست و ایدی که امی خسلی سرایتی مدگیم نیست همکاری داریم عکس ها میگذارن امروز یک کلمی دیگر سمینار بذارم که دیم باید حزب خلقی دموکراتی با بخش کار و جوانان عکس ها بین مردم بین جوانان یا определенно باید طبیب داشته باشن و دکتر داشته باشن که постоянно کنترل دا بگیرن شد بعد همین شهروندی که با بیماری سپید دچار همین باید مسئولیت داشته باشه یکمن مسئولیت کشید پنجشنبه همین کسری ممکن که کم شود بعد این منتالیته تاجیکا خیلی مرده کم کسل شود زنه کم کسل شود این تیچه میبینیم تاینا این ورده اوژه کسری افج میوه چی میشود ایشانی به نظر بگیم بعد همین اویدی مودایی 125 مزدگی ایره